سبحان جلیلوف، ژورنالیست و روی معروف تاجیک، مدیر برنامه‌های رادیویی آسیا پلیوس تعیین شده است. در این باره روز 21 میلیون سال 2024 صحیفه فیسبوکی فانوس خبر داد. سبحان جلیلوف بعد سالهای طولانی کار در دیگر رسانه‌های رادیویی تاجیکستان اخیراً به رادیو آسیا پلیوس پیوسته است و حالا در این رسانه برنامه مستقیم امکان همچنین نشرهای قرب اسعار و اودیو کتاب را تهیه و گردانندگی میکند. باور نکردنی است ولی سبحان جلیلوف با وجود یکی از ژورنالیستان مطرح و اعتراف شده بودنش در اصل از روی اختصاص مهندس سوای رادیو فیزیک و الکترونیک است. سبحان جلیلوف 26 اکتبر سال 1977 در نویه فیض‌آباد به دنیا آمده. سال 2000 شعبه رادیو فیزیک و الکترونیک رشته فیزیک دانشگاه آن وقت دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. سبحان جلیلوف سالهای 2000-2002 در رادیوی تاجیکستان و از سالهای 2003-2022 در رادیوی وطن کار کرده، به خصوص همچون معلم و مجری برنامه صبح وطن با سبحان جلیلوف نام برآورد. سبحان جلیلوف برنده جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام لوهوتی در سال 2009 و برنده جایزه شورای وعی تاجیکستان اعتماد بوده، سزاوار نشانه‌های علوچی فرهنگ تاجیکستان و علوچی تلویزیون و رادیو تاجیکستان شده است. سبحان جلیلوف در سالهای آخر مشق شعر و حکایه نویسی هم میکند. 2 کتاب 2 بیتی‌هایش که به موضوع مادر بخشیده شدند نشر شده است. اکثر این شعرها را سبحان بعد درگذشت مادرش و در فراق او نوشته است.